دوستان به آشپزخونه یوزرا خوش اومدین. امروز شربت گل محمدی رو آماده میکنیم. شربت گل محمدی رو قبلا آموزش دادم و لینک اونو آخر ویدیو براتون میذارم. بدونین که این شربت برای ایام تابستان بسیار مفیده و خواص زیادی برای کسانی که دائما یبوست دارند داره. این شربت مفرح قلب و شادی آوره. پس گلها آماده است در باغ، میریم برای چیدنشون. گلهای کاملا باز شده محمدی رو به وسیله قیچی جداشون میکنم. قنچه های اونو باقی میذارم تا فردا که دوباره جمع کنم و از اونها مربا درست کنم. 5 لیوان آب و داخل قابلمه میریزم و میجوشونم و به محض جوش اومدن خاموشش میکنم. گلهایی که تمیز شستم و پاکشون کردم داخل قابلمه میریزم. بعد از اینکه به وسیله قاشق یا کفگیر گلها رو زیر آب کردم، یه دمکش روی سر قابلمه بسته و روی قابلمه میذارم. 24 ساعت بمونه تا حسابی اسانس و عطرش به آب پس داده بشه. بعد گلها رو داخل پارچه پنیری ریخته و صاف میکنم. محکم فشار میدم تا اسانس اون خارج بشه. اگه گلهاتون تلخه زیاد گلها رو فشار ندین که اسانستون تلخ نشه. بعد آب گلها رو داخل قابلمه میریزم. 4 الی 5 لیوان میتونین شکر بهش اضافه کنین. من از 4 لیوان شکر استفاده کردم. 2 قاچ لیمو هم انداختم و گذاشتم روی حرارت تا بجوشه. بعد از اینکه یه مقداری جوشید 1-2 قطره هم میتونین بهش رنگ صورتی یا قرمز اضافه کنین، چون خود گل محمدی رنگ قهوه‌ای کم رنگ داره. بعد از اینکه به غلظت لازم رسید میتونین اونو از روی حرارت بردارین، چون زمان سرد شدن هم یه مقداری غلیظ میشه. همینطور که گفتم این شربت برای تابستان بسیار مفید و خوبه و مفرح قلب. دوستان عزیز، قبلا هم شربت گل محمدی رو گفتم و لینک اونو براتون این بالا میذارم. همینطور لینک مربای گل محمدی سال قبل رو هم براتون آخر ویدیو میذارم. دوستان موفق باشین و خدا نگهدارتون.